مغفرت، اتق من النیران، شب قدر، وقت سحر که الله میگه ای بنده من چی میخوایی که برای تو بدم. و اذا سألك عبادی فاستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. از جمله فضائل ماه مبارک رمضان به طور خلاصه و فشرده، ماه رمضان ماه نزول قرآنه. در این ماه قرآن نازل شده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه مبارک رمضان ماهیه که چطوره قرآن نازل شده. مانجویی ها میکنن ولا جوانی است، 2 روز جوانی است، فلان است، همه چطور میکنن، چی کار میکنن. و زمانی که ملک الموت بالایش میآید و وقت و زمانی که همه فرصت از دست رفتگی است، باز اونجا واویلا میکنه، داد میکنه و فریاد میکنه که خدا یک لحظه که دیگه مرا وقت بده. چی میکنی در یک لحظه؟ لعلی اعمل صالحا فيما تركت، لعلی اعمل صالحا فيما تركت. شاید که عمل نیک را انجام بدم که عمل نیک در او فرصت انجام دادن نمیتونستم. پس رمضان هم یکی اون از امو اوقات است، یکی اون از امو فرصت های است که به حد ما و شما پشیمانی از این میکنیم. من صاحب دریور هستم، روزه دادانم است. من پیشتر آمدیم در یک تاکسی، من نفهمیدم که دریور بود یا دلال کدام امی رقاص خانه. در بین موترش تصاویر بود که به خدا من که هر مرتبه سوال میکردم میگفتم امی کلیم دریور آدم بگیردم دیوال بزنه که خدا تو بشر خدا تو را هدایت کنه. این خود دیاست است که تو یک زن عکسش میاری و یک خنایش باز است که کل مراجعین تو سایل تا شام هر قدر کسی که در تاکسی تو بالا میشه به مو اندازه غضب خدا سر تو نازل میشه. چرا این کارا میکنی؟ تو دریور مسلمان هستی. و در ماه مبارک رمضان که ملائکه های خداوند اینجا میاین و میبینن که تو روزدار هستی در حالات عادی و میگه برای نیستی روزدار، نیستی روزدار. روزدار نیست. دان یک حیوان هم یک چیز را پرت در دانش، نه آب خورده میتونه و نه غذا خورده میتونه. این خود روزه حیوانی میشه که انسان فقط پیغمبر صلی الله علیه و میگه که کسی که سخنهای زشت و اعمال زشت را ترک نکنه خداوند هیچ ضرورت نداره که این نفر خوردنی و نوشیدنی. در رابطه با مغفرتش ببینید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میفرماید: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. در هر دوش هر کسی که رمضان روزه بگیره با ایمان کامل و با اخلاص کامل. ایمان کامل یعنی چی معنا؟ یعنی به ایمان که پورا به الله ایمان داشته باشه که فضیلت از جانب الله شده و با اخلاص کامل فقط هدفش رضا و خوشنودی پروردگار باشه. غفر له ما تقدم. اون کسی که در وادی افطاریش 10 قسم غذا 5 قسم غذا ماندگی است، کارتنکی رفتن ملایی خریده، سعی مدام ماه مبارک رمضان 2-3 کارتن ملایی آوردیم در یخچال قرار جای به جای کردیم. خب والا صاحب 1-2 کارتن هم مربای بسیار خوبش گرفتیم. آیا این قلبا روزدار است؟ آیا بطن ازی روزدار است؟ بسیاری کساس میگن نه صاحب من خدا رمضان لاغر خود نشدم هنوز 1-3 کیلو وزن مام زیاد شده. به خاطر ازی که تو شکم تو روزدار نیست، قلب تو روزدار نیست. او قلب که روزدار باشه پرسان میکنه که در سر دسترخوان ما غذا هست، آیا در همسایه های من و در اقارب من و در همشهریان من کسایی هست که روزه داشته باشه و شام روزه افطار نداشته باشه؟ روزی تا خدا قبول نمیکنه که تو خود در سر دسترخوانت 5-6 قسم غذاست و در اقارب و همسایه ها و همشهریای کسایی باشن که 1 قسم غذا نداشته باشن، از بی غذایی شام هم روزه دار هستن تا خفتن قرار با روزه. الله جل جلاله انقدر ما و شما را دوست داره، انقدر ما و شما را دوست داره که از پدر و مادر کده به 70 مرتبه الله معطوف و هیچ وقت نمیخواد الله جل جلاله که آن چیزی که خیر است و برکت است و فضیلت است و برتریت است ما و تو انسان از اون محروم باشیم. هیچ وقت خداوند ایراد و به می خاطر است که در هر جایی که فضیلت است و برتریت است الله موتور امر میکنه و در هر جایی که رذالت است، ذلت است، پستی است الله موتور از اون منع میکنه. چرا؟ ما و تو خلیفه الله هستیم و الله هیچ وقت نمیخواد که خلیفه الله هیچ وقت نمیخواد که خلیفه رمضان ندى رحمة
من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها.